این غزل رو میخونم، از اون غزل هاست که وقتی میخونی باید مکس کنی. اینجا من نمیتونم مکس کنم، باید بخونم پیش برم. یه مکس هایی رو با خودتون تصور کنید. بعد از یه بیت صبر کنید. اگه ویدیوی کار رو دارید میبینید به قول خودتون پازش کنید، نگه دارید، بعد از بیت سر این بیت یه ذره واسید، یه کیفی بکنید، برید سراغ ابیات بعد. خیلی عجیبه. هر که افتاد ز پا خاک نشین من بودم. هر که افتاد ز پا خاک نشین من بودم. هر که آمد به زمین نقش زمین من بودم. شوق سرخیل صف اهل نیازم کرده است. سجده‌ای هر که تو را کرد جبین من بودم. راز خود کرد وصیت همه با من مجنون. بر سر او نفس بازپسین من بودم. لحظه آخر مرگ مجنون من نشسته بودم رو سرش. این زمان غیر من آنجا همه کس ره دارد. یاد روزی که در آن بزم همین من بودم. سعی من کردم و شد وصل نصیب دشمن. دیگری صید تو کرد و به کمین من بودم. عجیبه نه؟ هر کف خاک به جولانگه شه میگوید. آدم توقع داره یک مدحی از شاه بکنه. میگه هر کف خاک، وقتی که شاه داره با اسبش جولان میده، هر کف خاک داره با شاه حرف میزنه. رو چی میگه؟ هر کف خاک به جولانگه شه میگوید. پیش از این پادشه روی زمین من بودم. در چمن بود قیامت ز فغان دوش سلیم. یه سر و صدای آنچنانی تو چمن می اومد. در چمن بود قیامت ز فغان دوش سلیم. بلبلان را چه گناه باعث این من بودم. ته هر ماجرایی که من حضور دارم، انگار تموم درد و غم و رنج عالم و این آدم تجربه کرد.